مراقبه یعنی این که حواسشون جمع، همیشه خدا رو شاهد میبینن ها، مراقبن که یک لحظه این حضور از دستشون نره، خیلی حواسشون جمعه. نمیگن ارباب مراقبه که مراقبت در حضور دارن ها، چون این وقت هست که انسان مراقبت داره در اینکه افعال حرام رو انجام نده. این خب خیلی خوب البته، ولی خب خیلی خوب نیست، خیلی خوب نیست ولی خوبه. انسان خیلی مواظب دروغ نگه، غیبت نکنه، چشمشو مواظب باشه به حرام نیفته، گوشش حرام نه، اینا خب خیلی خوب البته. بعد اما یه اصلا خوفشون مراقبتشون اینه که حضور به هم نخوره، حواس اینقدر جمع باشه که همیشه خدا رو در حاضر ببینند. مثلا بنده خدایی که عرض کردم میگفت 30 سال کفش میدوخت به اندازه یک کوک زدن از خدا غفلت نکرد. اینا رو میگن اهل مراقبه ها، اینا مراقبه واقعی اینا هستن. اون مراقبه در اول سلوک خب بله، اونی که میگه مراقب باش که کار حرام ازت سر نزنه، مراقب باش که مکروهی انجام ندی، مراقب باش خلاف رضای خدا نکنی. اون مراقبت در افعاله، اون در اول سلوک مراقبت از افعاله. منتها در وسط سلوک مراقبت از حضوره که نکنه این حضور به هم بخوره. به هر حال این مسئله است.